22 ساله که از عمرش میگذره و چند سالی هم تو پارکینگ بوده که حسابی پیر و داغون شده. میبینی هم حسابی روغن زده، هم داخل پوستک زنگ زده، ولی برای ما هیچ کاری نشد نداره. بریم با هم مراحل احیاشو ببینیم. وقتی که احساس کردیم ماشین رو دست اندازه و جاده های ناهموار تکونای شدیدی داره و کنترل اون سخت شده، از همون روز 22 سال وقت داری به یه جلوبندی سازی مراجعه بکنی تا ماشینت رو چکاپ کنه. البته اگه ماشینت جون خودت و خانوادت برات مهم نباشه. سیستم جلوبندی و کمک فنر تو ایران بسته به نوع رانندگی و جاده حدود 1 سال عمر مفیدشه و اگه الان داری پیش خودت میگی که من چند ساله که دست به جلوبندی ماشینم نزدم و هیچ مشکلی نداره، بدون ایراد اون ماشین برای شما عادی شده و متوجهش نیستی و ممکنه تو آینده برای تو هم خطر جانی داشته باشه هم خطر مالی. تو تعمیرگاه برتر ارشیا چکاپ همیشه رایگان بوده و هست. میتونید شرایطش رو تو کپشن ملاحظه کنید. اینم اتمام کار پیر کمک ما.